مطمئنم اگه شرکت میهن همچین کاربرد ظرف به سنهاشو میدونست به قیمت بالاتری میفروخت. بیا بریم از 2 تا رونداشو بهتون یاد بدم. اولیش به این قسمت گوشی روی این قرار میگیره و هولدر موبایل میشه و حتی تبلت هم میشه. من تست هم میکنم. حالا برم دوم کاربردش یاد بدم. این قسمت رو با یه چاقو میبریم و سیم شارژرتون رو از این رد میکنیم. حالا از اینجا این قسمتشم با چاقوی گرم گشاد میکنیم و این هم از تست. الان گوشی